صلاح الدین ایوبی را گفتن که شما نماز میخونین؟ گفت بله. چه میکنین نماز خونین؟ گفت چرا؟ گفت کاروانهای حج رفتن به عربستان، مکه شریف، در جریانی را یکی از کافرها آمده همگیشان را شهید کرده. تو چه قسم خود قدرتمند میگیری و آرام نشستی و تنها خود به نماز بازی میتی، نماز میخونی؟ تماما خواهرای ما را، برادرای ما را که طرف حج رفتن، یک کسی از کافرها که ارلال فکر کنم نام داشته، ایره هم مسلمانان را شهید کرد. صلاح الدین ایوبی نماز را ترک کرد، به ایمان که دایم ترک کرد، در آن باز میخوانه، حرکت کرد، در آن نماز خواند و او دشمن اسلام اعلان کرده بود که او محمد مصطفی علیه السلامی که شما برش ایمان و باور دارین، بیایا نه شما را دفاع کنم، این من شما را از بین میبرم، دخترایتان، بیبیاجی‌ها را، زنایتان شهید میکنم، مردایتان اسیر میکنم، از بین میبرم. کجاست او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که بود نعره‌های تکبیر شاگردان صلاح الدین رسید در اون کشور کفری؟ شما هم یک بار بگوین الله اکبر و خداوند شما را مجاهد واقعی بگرداند. مجاهد نیست که زیر یک پلچک یک مینه دارید، این مجاهد نیست. مجاهد فی سبیل الله هم بگیتان خداوند بگرداند. صلاح الدین که در راه رسید پاشای کافر وار خطا شد، گفت صدای پای کیست؟ گفت صدای پای امت محمد مصطفی است که به ضد تو قد علم کردن و میخواهند انتقام خون شهدایشان رو بگیرن. خوب ورخطایی فایده نداشت، شمشیرها و نیزه های کون کافر داشت در برابر صلاح الدین صاحب استعمال کرد، همگیشان مردار کرد. گفت پادشاه را نکشید، پادشاه را زنده میخواهیم. پادشاه را زنده به حضور حضرت صلاح الدین ایوبی آوردن. گفتن آیا تو بودی که گفته بودی که مسلمان ها دفاعگر نداره و مظلوم است؟ آیا تو بودی؟ گفت بله. گفت آیا تو بودی گفته بودی محمدتان کجاست که بیاید از شما دفاع کنه؟ گفت بله من بودم. گفت میشناسی من کی هستم؟ گفت نه. گفت من شاگرد عمو محمد هستم صلی الله علیه وسلم. حال آمده صلاح الدین امت محمد مصطفی علیه السلام و از امت رسول خدا دفاع میکنه. گفت سری از این بدبخت حالی بزنین بگوین الله اکبر. گفت این رسید امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رفضی مبارک نمید یک جوان مرا کلید گریه میکنه در بغل گرفت، گریه چرا گریه میکنه؟ یک کسی آمد کراچی بم چپه کرد، یک اسکر بیچاره ای. خاطر کراچی گریه میکنیم؟ نه در کراچی قرآن ماندگی بود، هرچی صدا کردم که قرآن از با لغت نزن، با لغت زد. احساس این جوانی که 1500 سال بعد برای قرآن گریه میکنه قابل ستایش است. این جوان از دین دفاع میکنه. دشمنان اسلام بفهمن ما را امتحان نکنن، ما امتحان شده هستیم. فکر نکنن تنها صلاح الدینی بود و رفت، فکر نکنن تنها عامر صاحبی بود و رفت، فکر نکنن تنها عالم و دعوتگر فلان مجاهدی بود و رفت. نه تنها در افغانستان بلکه از کشورهای عربی، نه تنها از کشورهای عربی و فارسی نشین و ترک نشین، بلکه از درون امریکا به پا خواهیم خیست بگوین الله اکبر. بله ما همان امتی هستیم که در دم روی قصر سفید سر به سجده مانده بودیم و نماز خوانده بودیم. بله ما همون امتی هستیم که پارسال در سال گذشته در یکی از شهرهای فرانسه در درون یک تلویزیون داخل شده بودیم و همون کسی که فیلم توهین آمیز به محمد مصطفی ساخته بود او را مردار کرده بودیم. بگوین الله اکبر. ما را امتحان نکنیم، ما امتحان شده هستیم.